نظر مراجع تقلید درباره دریافت یارانه. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع اعزام تقلید در پاسخ به استفتای جمعی از مقلدین تأکید کرد کسانی که از یارانه نقدی بی‌نیاز هستند اقدام به گرفتن یارانه نکنند. انشاءالله خداوند برکاتش را از محل دیگر نصیب آنها خواهد کرد. اعوذ بالله منم شیطان الرجیم. از امت همیشه در صحنه میخوایم که این دفعه برای گرفتن یارانه ها با زبون خوش نیان تو صحنه، چون همونطوری که در جریان هستین شپش داره تو خزانه دولت به طور شرعی 21 بازی میکنه. البته هر کس آزاده که یارانه رو بگیره یا نگیره، اما دیگه خب عواقبش پای خودشه. در برخی از روایات آمده است که نگرفتن یارانه و انصراف از آن موجب طول عمر تا 150 سال می شود و مینیمم 700 بلا رو دفع میکنه. نتیجه تحقیقات پزشکی هم نشان داده که در 2 سال گذشته 90% افرادی که سکته کرده اند یارانه بگیر بودند. در همین رابطه بنده از طرف دولت تدبیر و امید خدمتتون عرض میکنم که در سالی که گذشت اگر دلتون رو شکستیم، حرفی زدیم یا اذیتتون کردیم، بسیار کار خوبی کردیم. خواستم بگم در سال جدید هم برنامه همینه، از این بدتر هم میشه. سالی که گذشت سال مار بود، مقام عظمای ولایت دامت کثافاتو تا شد از این و اون نیش خورد. امسال هم که سال اسب، از همون اول سال لگد کوب کردن ما رو شروع کردن. خدا به داد عظما برسه تو سال بعد که احتمالاً سال فیله. این گردانندگان فتنه و خواص بی بصیرت این روزها برای مقام عظما قیافه میگیرن. اما این نکته رو بگم، هر کس که خودش رو میگیره که شاخ نیست. چاه فاضله به خونه مقام عظما سال به 12 ماه میگیره که نشد استدلال. در پایان از دولت اعتدال میخوام که مسیر نظام جمهوری اسلامی رو در سال جدید یک بررسی مجدد بکنن، چون به نظر میرسه قسمت آسفالتش افتاده رو دهن ما. و السلام علیکم. بچه برو اون کاغذ ثبت نام یارانه رو بیار، لااقل پول شاممون در بیاد. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی